السلام علیکم. سر میکنیم موضوع فرم نظر مختصره. یکی از موضوع مهمترین در الگبرا برای آنکی تا صنف 10 تا صنف 11 را همین موضوع فرم نظر مختصره کو با خوردن میگیریم. فرم نظر مختصره برای چه کاره؟ برای کار کردن با بسیار اعضایی ها. هیچ معنی داره. یکمی فرمولی که شما میفهمین نام داره کوادراتی سوما. به نامش نویسیم کوادراتی راتی سوما. کلمه کوادرات چی معنی داره؟ کوادرات معنی را داره که یک چیز با خودش ضرب شده. مثلا اگر من نویسم 5 کوادرات، معنی چی را داره؟ معنی 5 ضرب 5. 6 کوادرات معنی 6 ضرب 6. مقصد اوه که اگر که ما نویسیم کوادرات یگان عدد، معنی را داره که همون عدد با خودش ضرب میشود. انا که می نویسیم کوادراتی سوما. از سوما چی های؟ سوما ای پلوسی د عدد میگم. فرض کردیم می نویسیم می نویسیم x جمع 4 در درجه 2. x جمع 4 در درجه 2 چی معنی داره؟ این معنی را داره که همه x جمع 4 با خودش 2 بار ضرب میشود. می نویسیم معنای x جمع 4 در درجه همه x جمع 4 2 بار می نویسیم و در بین چی میمونیم؟ ضرب میمونیم. برای چی سر 4 نه؟ برای آنکه همه چی باید با خودش ضرب شود. اینجا باید پلوس، اینجا اگر پلوس باشه اینجا باید چی باشه؟ اینجا باید پلوس باشه. این را ما چی میکشیم؟ این موضوع بسیار اعضایی. اگر نفهمی چی ضرب زدن همین قوزه، برای تماشا که موضوع چی را بسیار اعضایی، ضرب بسیار اعضایی. برای یافتن همین موضوع میدروی پلی لیست اونجا نوشته الگبرا و ماتماتیک با زبان تاجیکی اونجا میدارید تماشا میکنید. چه ضرب میزنیم؟ استفاده بریم راه فانتانا. راه فانتان چی معنی داره؟ میگیریم یکمش ضرب میزنیم هم با ایش هم با اوش. ما میگیریم 4 ضرب میزنیم هم با x هم با پلیس 4. بیا ضرب میزنیم x ضرب x چی میشه؟ x در درجه 2. x در درجه 2 برای چی؟ برای که x نه، برای که در وقت ضرب درجه ها جمع میشوند. کوفیسینت ها ضرب میشوند. کوفیسینت ها یک و یک میتیه 1. درجه ها را جمع میکنیم میشود 2. برای چی x نشد؟ برای که کوفیسینت ها را که ما جمع میکنیم در وقتی جمع کوفیسینت ها را جمع میشوند. مقصد x جمع x جمع کوفیسینت ها را جمع میکنیم میشود 2x. درجه ها را جمع کردن ممکن نیست وقتی جمع، لیکن x ضرب x باشه میشه x در درجه 2. میگذاریم دوم میدیم x ضرب 4 میکنیم میشه با 4x. انا که میگیریم 4 هم خیلی بازار میزنیم 4 کرا x میشه با 4x. 4 کرا 4 میشه با 16. پیدا شد بسیار اعضایی را ساده کردن نکنه. ساده کردن چی معنی داره؟ جمع کردنی همونش که درجهشون یک خیلی حرفشون یک خیلی. این حرفی x درجهش 2 با هم خیلی هست نیست. برای خدا پروسه رو کشا میکنیم. هست 4x جمع 4x چند x میشه با 8x با 16 خالی. برای چی ممکن است هر جمع کردن؟ برای که x داره x نداره. دوام میدیم. اگر فهمو باشه انا که بین کو از یک قاعده شه باید که ما شما ببینیم قاعده ش بدنش نفهمیم. بعد می نویسیم 2x جمع 5 در درجه 2. چی معنی داره 2x جمع 5 در درجه 2؟ این معنی را داره که 2x جمع 5 ضرب میشه با 2x جمع 5 با همون کارو رای فانتان استفاده بریم میزنیم انایخی 2x ضرب 2x میکنیم میشه با 4x کدرات. 2x ضرب 5 میکنیم میشه با 10x. 5 ضرب 2x میکنیم میشه با 10x. و 5 ضرب 5 میکنیم میشه با 25. انا که جمع میکنیم یک خلاشه حرفاشون خیلی باید باشه و درجه حرفاشون درجهش خیلی باشه. 4x برای دیگر نیست هم خیلیش می نویسیم 4x کدرات 10x جمع 10x میشه 20x با جمع 25. انا که یک چیز مهمی چیه؟ ما امیدوارم که ما ندیوس که شما
دیدین زکانامیرز چیه؟ عادتا وقتی که ما قطعی شاگردا حل میکنیم خیلی مثلا را هستای راهی تستری همی کار کردن با جای این ایران ننویس مانوش راهی هستای که تستر ای با جواب رسیدن مانوش اینایشون مینویسی ایران مینویسی سراز چی رو مینویسی جواب مینویسی برای خود نامش میگن چی فرمولای ضرب مختصر کلمه مختصر معنی را داره که معناش تیز ده تیپا سکراشون معناش که تیز ده انا که چی معنی داره همین شما راضی هستین که دیگه چوریکس قرار یک جا پیدا شد هم چوریکس قرار میتونیم بگیم که هم چوریکس قرار یک جا پیدا میشه یکمش اگر یکمش گفتم من چی در نظر دارم یکمش گفتم من در نظر دارم دیگه اگر ما هم یکمش با خودش ضرب زنیم dx ضرب dx چی میشه 4x کвадрат 10x یک جا پیدا میشه اگر همین یکمش ضرب زنیم با دیمش dx ضرب 5 میشه و d کره 5 میشه و 10x آنا 10x یک جا پیدا شد یکمش ضرب چی دیمش هم خیلی 10x چند بار ما میخرن د دوف و میخرن اینا یک بار اینا د دوف برای هم قدر چی شدک 20x انا اگه یک جا پیدا شد 25ش 5 با خودش ضرب میزنیم میشه با چی 25 این معنی را داره که قانون خیلی بوده برای هم خیلی خوزه را شدن باید یکمش با خودش ضرب زنیم بعد یکمش ضرب میزنیم بعد دیمش لگی دو بار که وا میخره با د ضرب میزنیم با میشه 20x با میگیریم دیمش با خودش ضرب میزنیم به این فرمول عمومیش بروریم برای اون در اکتاب خیلی فرمول شما مینویسم فرمول عمومیش معنی داره جمع ب در درجه دو گفته چرا میگم یکمش ب گفته چرا میگم ب دیمش برای که ب س د الفابet دا یکمیه ب دیمیه انا که ایچی معنی داره که جمع ب ضرب جمع ب چخه میکشه میشه روی فاندم قطعی میزنیم با ضرب میزنیم با ای بزرگ میزنیم با ای اکر میتیا در درجه دو اکر ب میتیا ب بکر میتیا برای چی ب آنه برای که ب یا چیان راست باید برای چی یکم را نویسیم برای که الفابت یکمیه با جمعی بکر ب میتیا بکرد صد نخشید درجه اخیرش جمع میکنیم اکوارا دستای لکی در پایانش دیگه خیلی نیست که در درجهش دو باشه برای آخر رکشوب میکنیم هستای چند تا میشه دو تا میشه برای که در وقتی جمع فقط کوفیسینت ها جمع میشه کوفیسینت ایش یگای کوفیسینت ایش هم یگای میشه و دو تا انا باید جمعی بکارد انا که مقصد چیه؟ مقصد داره که با جای همه انمیش میتونیم نویسیم فقط همیرا ایمانه را داشته که جمع دی ب در کاره برابر است با چی؟ با کوادرات جمع د ب جمع ب کوادرات چی معنی داره کوادرات جمع د ب جمع ب کوادرات ایمانه را داره که یکمای بدیم کوادرات چی معنی داره یکمش با خودش ضرب زن د ب چی معنی داره یکمش ضرب زن با دیمش با د ب کوادرات چی معنی داره دیم ضرب زن با خودش انا که بیان کور میکنیم بلورا تو که یا چند تا میسو کور کنیم قطعی انمی فرمولا یکم چینون داشته جمع ب در کوادرات یا که میگه کارت سومه برابر است با کوادرات جمع دو ب جمع ب کوادرات انا که بیایم استفاده بریم این فرمولا چه کور میکنیم میره می نویسیم مثلا 3x جمع 4 در درجه دو چه کار میکنیم شما میگیم چی معنی داره یکمش چیه 3x ب چی معنی داره ب معنای دیمش چیه چوری خالی انا که برابر میشه با چی با کوادرات چی معنی داره کوادرات این معنی داره که بگی یکمش با خودش ضرب زد اگر ما 3x بگیریم ضرب زنیم با 3x کوفیسینت را ضرب میزنیم درجه را چیکار میکنیم جمع میکنیم اگر تا همین را نفهمی میرای پلیلیست
در همونجا هستیم متماتیکا و الگبرا با زبان تاجیکی تماشا میکنیم موضوع چی را یک اعضاگی را آن بعد میفهمیم. 3 کره 3 میشه نه x در درجه 2 برای که 3x ضرب 3x 3 کره 3 نه درجه را جا میگیم 2. انا که a کوادرات نمیستیم این هستش چی معنی را به ab این معنی را داره که بگی یکمش ضرب بدیمش با جاشو نباده یکمش 3x ای ضرب بدیمش با ضرب چی با بده 3 کره 4 12 12 کره 2 24 24x بعد جمعی ب کوادرات چی معنی داره ب کوادرات بگی دیمش با خودش درزا دیمش چیه دیمش 4 کره 4 میشه 16. دیدین چقدر تیز ما این کار کردیم. مقصد ننویسیم دقیق ننویسیم فانتان یا اون کار نکردیم سراز جوابش ننویسیم. این معنی را داشته که قانون چی بده یکمش با خودش ضرب میزنیم یکم بعد یکمش ضرب میزنیم بعد دیمش با بده بعد دیمش با خودش انا میخوام به یاد مثال دیگه کار کنیم مثلا -4x جمع 5 در درجه 2 با هم کار میکنیم یکمش چیه تو میتونی گفته 4x من میگم نه جورا جان 4x نه و چی -4x برای که چی برای که 4 میشه چیه این -4 واقعا یکمش چیه یکمش -4x دیمش چیه دیمش باشه 5 پلس 5 انا که بیاین نگاه کنیم چرا یکمش چیکار میکنیم a کوادرات یکمش ضرب میزنیم با خودش -4x ضرب -4x -4 ضرب -4 میشه پلس 16 x در درجه 2. اگر تو ندانی برای چی -4 ضرب -4 میشه پلس 16 برای پلیلیست متماتیکا یکم ویدیو دا برای چی جمع تر ضربی عددهای مثبت منفی انا برای تماشا کنیم میفهمیم بعد دیم قدم چیه یکم قدم کردیم دیم قدم چیه یکمش ضرب میزنیم بعد دیمش با بده یکم من چیه یکمش -4x ضرب میزنیم بعد دیمش با بده 4 کره 5 -4 ضرب 5 -20 -20 ضرب 2 -40x انا سیم قدم چیه ب کوادرات دیمش ضرب میزنیم با خودش دیمش 5 کره 5 25 بیاین حل میکنیم یه مثال دیگه -5x -2 در درجه 2 با هم کار یکمش -5x دیمش دیمش باشه -2 انا که با هم کار میکنیم یکمش ضرب میزنیم با خودش -5x ضرب -5x میشه پلس 25x در درجه 2 با میگیریم یکمش ضرب میزنیم با دیمش با بده یکمش ضرب میزنیم با دیمش با بده -5 ضرب -2 میشه پلس 10 ضرب 2 میشه پلس 20x با میگیریم دیمش ضرب میزنیم با خودش -2 ضرب -2 میشه پلس 4 انا میای حلش آخران مثال انا را میتونیم کور کنیم 5x کاری 3 در درجه 2 برابر است با چه میگیم با هم کار یکمش 5x دیمش -3 یکمش با خودش ضرب میزنیم میشه 25x کوادرات یکمش ضرب میزنیم با دیمش با بده 5 کره -3 میشه -15 ضرب 2 میکنیم میشه -30x دیمش ضرب میزنیم با خودش -3 ضرب 3 میشه پلس 9 انا می جوابش میتونیم که کر کنیم اگر بگیم اگه مثال مشکلترش انا خیلی میشه -2x کوادرات جمع 3x در درجه 2 انا چه میکنیم یکمش ضرب میزنیم با خودش -2x کوادرات ضرب -2x کوادرات میشه -2 ضرب -2 میشه پلس 4 درجه را جمع میکنیم میشه 4 انا که میگیریم یکمش ضرب میزنیم با دیمش با بده -2x کوادرات ضرب 3x با ضرب 2 -2 ضرب 3 میشه -6 ضرب 2 میشه -12 درجه را جمع میکنیم به جمع 1 بعد دیمش ضرب میزنیم با خودش 3x ضرب 3x میشه 9x کوادرات جمع 9x کوادرات اگر همین مثال فهمو باشن ما آنمی لحظه دا پریکریپیت میکنم چرا؟ پریکریپیت میکنم مثالایی واسه خونگیرا بعد وای نصیب باشه حال میکنم شما ویدیو کدا میتونین که خودتون
ببینین که درست کار کردن یا که نادرست با همین خیر